سلام دوستای گلم، خدا کنه جور صحتمند باشید. امروز میخوام یک آموزش دیگر هم نشر کنم. آموزش دانلود نمودن ویدیو فرق نمیکنه از هر چی باشه، فیسبوک باشه، اینستاگرام باشه، تیک تاک باشه، یوتیوب باشه، از هر چی. فقط این اپلیکیشن فقط برای اندروید است، یعنی موبایل سامسونگ، بدون آیفون نیست. برای آیفون نیست، این فقط برای اندروید است. خب میرم آموزش نشر میکنیم. فقط این اپ در گوگل می باشه. میرین در گوگل سرچ میکنم. من لینکش مستقیم براتون بگذارم. انتر سرچ کردیمش. این اپ است. این اپ است ایزا. این اپ است. من این اپش لینکش براتون بگذارم. میتونید مستقیم دانلود کنید. این فقط اپل استور نیست، فقط گوگل است. میتونید کسی این چیز کنید. خب من میرم ببینید که من چطور ویدیو دانلود میکنم. به طور مثال از تیک تاک میخوام یک ویدیو دانلود کنم. میرم از تیک تاک یک ویدیو. Excuse me, यहाँ का ऐसी वर्ड का है. به طور مثال من میخوایم ویدیو رو دانلود کنم. چی میکنم؟ این کلیک شیر کاسته. این کلیک شیر کاسته. این بالا شیر کلیک میکنم. بعد از او مستقیم میخوایم که دانلود کنم. میام این لینک کپی لینک میزنم. کپی لینک بالاش کلیک کردم. اینجا بر من آپشن میده. میخواین شما این ویدیو رو دانلود کنید. برای دانلودر میزنم. و کارش خوب است ایزا. شما میتونید که هم صوتی دانلود کنیم هم ویدیویی. بعضی وقتا آپشن صوتی رو نمیده، بعضی وقتا آپشن صوتی رو میده. خب میریم اینی رو بالای کلیک میکنم. سایزش هست، سایز خودش میبرد. وقتی که می سایزش آمد فقط بالای یعنی سایز MP4 بالای MP4 کلیک میکنی و یاره هیچ استفاده نمیکنی، یعنی یاره هیچ غرض نمیده است نمیدنی. فقط مستقیم بالاش کلیک کن. در ضرب یک ثانیه وقت دانلود شد. Do you understand? ویدیو ما دانلود شد. اینجا میرم. نال ببینید که من میرم در گالری خود. ببینید اجزای در گالری آمدم اینه. Excuse me, यहाँ का ऐसी वर्ड का है. ثانیه ویدیو رو براتون دانلود میکنم. اینال میرم در یوتیوب میرم. یک ویدیو رو از یوتیوب میخوام دانلود کنم. به طور مثال یک ویدیو باشه، فرق نمیکنه هر ویدیو باشه. به طور مثال کدام بردگم هر ویدیو که شما بخواید. ویدیو چقدر خردتر باشه اما وقتتر وقت میگیره. من یک ویدیو رو انتخاب میکنم. من بالای کلیک شیر میکنم. همیشه بالای کلیک شیر کنیم. بالای کلیک شیر میکنم. کپی لینک است. کپی لینک میزنم. ببین بر من آپشن میده. همین که دانلودش کنم سکی براتون آپشن صوتی رو هم شاید بده. این آپشن صوتی رو هم داد. آپشن ویدیو رو هم داد. کلش یعنی کل سایزش نوشته در کدام سایز میخواین که دانلود کنید. همین کلیک کنم که دانلود شده. وقت دانلود شد ویدیو. اینا رو میرسه میکنیم ویدیو سه دانلود شد، یعنی در ضرب یک ثانیه. اینا رو میرن از فیسبوک یک ویدیو دانلود میکنیم. فیسبوک ببینید که فیسبوک اینی هم پیچ خودم است. غمگین ترین آهنگ های روز است. این هم پیچ خودم است. میتونید که از این هم لذت ببرید. ما میرم از یک ویدیو دانلود میکنم. ببینید من یک ویدیو دانلود میکنم. کدام ویدیو دانلود میکنم؟ به طور مثال خب خیر باشه. من نمیخوام که ویدیو رو دانلود کنم. این ویدیو رو اینجا کلیک میکنم. اینجا هست کپی لینک. کپی لینک بالاش کلیک کردم بر من باز آپشن میده. اگر آپشن شما کشیده بفهم که یعنی که به طور مثال کاپیش کشیده بفهم که کار داد. اگر نکشید میتونید که داخل از این مستقیم داخل از این اپ بروید. داخل اپ بروید. فیسبوک تان لاگین کنید. بعدا هر رقم که بخواید میتونید. ببینید که هم صوتیش میده براتون آپشن هم تصویریش. اینا رو بالاش کلیک میکنیم. فور ببینید که وقت دانلود شده از من. اینو براتون باز میرم آهنگ میگیرم. ببینید اون دانلود شد. دیدید وقت دانلود شد. اینا رو براتون داخل ویدیو رو براتون شما میتونم. امی ریکاردر کاسته. این ویدیو ریکاردر است. فقط اینجا برید. خب فقط اینجا برید فیسبوک تان لاگین کنید. هر قسم که شما بخواید ویدیو هست، اینستاگرام هست، هر چی که بخواید فقط کپی لینکش که مستقیم در ضرب 2 ثانیه دانلود میشه. خود دیگه وقت نمیگیرم. خداحافظ. با معذرت که ویدیو خیلی طولانی شد. هر مشکل پیشنهاد انتقاد داشته میتونید در زیر همین ویدیو کامنت بدهید. ما براتون جواب میدم. خداحافظ. الان نگهدارتان. پیج لایک شیر کنید.